به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 272 را امروز تقدیمتون می نماییم. در گذاشتن لایک ها و فرستادن نامه و همه آنچه که می بینید در شهر و ناحیه و محل خودتان کوتاهی نکنید. نامه های شما سبب تغییرات وضع و بهبودی وضع و حالتی خود شما می گردند. خیتوی بوس یک کارگر را به درون دستگاهی بتون میچلکه که آب و سیمنت و شغال را آمیخته کرده با ماشین های بتون کش میرزد مجبوری در آورد تا داخلش را با پرفراتور تازه کند. چطور شده است که اپارات خود به خود به کار در آمد و رحمتی در داخل اپارات بتون میچلکه تاب خورده است و دندان های این اپارات تخت پوشت و شکم و قبرقه هایش را زده و شکسته است و در درون اپارات جان باخت. مرحوم مرد جوان صاحب کودکان خرد بود، ولی باسی خطایی وای خودش به آنجا در آمده است گفته کار را و گپی زدهش را به کله نگرفت. وای تاجیک خار و زاره، نه در وطن قدر دارد نه در خارج آن. در یکی از شماره های پیشین نامه ها از ناحیه ها از آن گفته بودیم که در باغ مرکزی دوشنبه جای موسیقی تاجیکی از صبح تا شام صدای موسیقی چینی پخش می شود. به نظر می رسد که این شروع کار بوده است. حالا از آن می گوییم که یک باسی خطایی چطور یک کارمند ساختمانی راه در خوجند را در درون بتون میچلکه انداخت و کشت، اما نه یک درم غرامت پرداخت، نه معذرت خواست، نه کسی او را حتی بازخواست کرد، بلکه برعکس گفت که این تاجیک خودش داخل دستگاه شد و جان به جان آفرین سپارید. سالهای پیش هم وقت چینی ها راه ها را مرمت و نوسازی میکردند، از جمله راه های سمت قرغان تپه و راه گردنه انزاب و شهرستان، این خبرها را منتشر می شدند که کارگر چینی ماشین را زیر بیل بولدوزر یا کفلسی اکسکاواتور مانده قیمه و میده کرده است، ولی یگان نهاد نمیتواند او را مجازات کند، چون که در قرارداد و سازش همکاری با خیتای چنین شرط ثبت شده است که شهروند خیتایی در حالت نقض قانون در تاجیکستان در وطن خودش مجازات می شود. نامه زیر از شهر خوجند با دستانی نفر نوشته و راهی شده است که شاهد به واسطه جنایتی مدهش بوده است. اگر حالا تاجیک ها را در روسیه صاحبان وطن اذیت و آزار دهند، اما خیتای ها ما را در وطن خودمان میکشند. شاید بعدی انتشار این نامه همکاران ژورنالیستی ما در تاجیکستان در پی تحقیق این حادثه میشوند. نامه اول از خوجند. سلام علیکم برادر محمد اقبال از شهر خوجند. این نوشته را برایتان ارسال می نمایم. برادر، من تا همین ماه در ساختمان راه در خوجند در اوچسکه‌ای دهمایی کار میکردم. من چی گفتنیم که در اینجا بریگادیرها همه ظالمند، چون که همشان خیتایی‌اند. من در بتون زواد در ساختن لاتاک کریشکا برای لاتاک ها کلادس ها هم کار کردم. بتون میریختم و ارمیرافچیک نیز کار میکردم. ما رو موقتا 2-3 روزه با دیگر بریگاد ساختمانی ماست ها که در ناحیه باباجان غفوروف جایگیر است بردند. آنجا رفتیم کارکنی. معامله دیگر بریگادیران را نیز دیدیم. ما تاجیک های کارگر وظیفه داریم که آنها را باز گفته صدا کنیم. باور کنید که 2-3 نفرش کمتر انصاف دارد، دیگرانش بسیار ظالم و بی انصافند. مردم را مثل خر کار می‌فرمایند. چندین کس به آنها ضدیت نشان داد، ملیسه ها را فریاد کردند، اما ملیسه ها طرف آنها را میگیرند. برای آنها باید مثل اپارات کار کرد. اگر حقوقت را طلب کنی دمای گفته پیشت میکنند از کار. مردمی بیکار و کمبغل مجبور در چنین جایها کار میکنند. تکنیکی بزپاسنس خیلی کم و اصلا وجود ندارد. یک حاجی گفتنی شخص کارمند تکنیکی بی خطری است، می آید و امضا میگیرد و خودش را تعریف کرده می رود و می گوید که احتیاط کنید تمام. اگر یگان چیز طلب کنی گپ را هر طرف تاب می دهد. دخترش نیز در همان آفیس خیتایی ها که در غفاروف است با اوست و با کلان خیتایی ها که خیتایی است و اندره نام دارد در یک اتاقند. معاش ما روزی کاری 130-140 سومانی می باشد. می گویند که پیش در یک ماه از 7000 بالا بود ولی حاضر 4000 می براید. این حرامخورها هیچ سر نشدند. روز 4 آگوست سال 2025 در بتون زواد که در پایان قشلاق قاتمه واقع است، یک حادثه بسیار هم ناخوش روی داد. خیتایی بوس یک کارگر را به درون دستگاهی بتون ماچالکا که آب و سیمنت و شغال را آمیخته کرده و ماشین های بتون کش می‌ریزد مجبوری در آورد تا داخلش را با پرفراتور تازه کند. چطور شده است که اپارات به کار در آمد و رحمتی در داخل اپاراتی بتون میچلکه تاب خورده است و دندان های این اپارات تخت پشت و شکم و قبرقه هایش را زده و شکسته است و در درون اپارات جان باخت. مرحوم مرد جوان صاحب کودکان خرد بود، ولی باسی خیتایی وای خودش به آنجا در آمده است گفته کار را به گپی زدهش را به کله نگرفت.
شما خودتان یک بار اندیشه کنید که کدام آدمی سالم درون بیتانه میشل کمید روید، اما به این خطایی چیزی نشد. حتی تفتیشات هم نبردند خطایی را. نمیدونیم با خانوادهش کمک کردند یا نه. یک نفر گفت که گویا 1000 سومانی کمک کردند. خوب اکنون دیدید ملت عزیزم، 1000 سومانی نرخ یک تاجیک یا اینکه تاجیک 1000 سومانی قدر دارد. این وضع حال را ببینید که تاجیک به چه روز در وطن خودش آمده رسیده است. در تاجیکستان مردم با دیگر دولت ها به کار می روند، ولی اینها از افریقا و خیتای و پاکستان و افغانستان کارگر آوردند و معاش آنها 3 مراتب از ما زیاد است. باز با آنها گفتند که اگر همکاران تاجیکتان معاشتان را پرسیدند، ماهانه 2500 سومانی بگه که تو تاجیکا نفهمند که ما شما ده 7000 معاش میتیم. یگان افریکانس، افغان، خیتایی یا پاکستانی در این پول کار نمیکند. باز در ملک بیگانه آنها را ترساندند که دروغ گویند. برادر، این نامه مرا حتما در برنامه نامه ها از ناحیه ها که من همیشه تماشا میکنم به نشر رسانید. سلامت باشید برادر گرامی. انا همین خیلی نویسید. هر وضعیتی که میبینید اینها تأثیر خوب خواهند رسانید. اکنون نامه دیگر از رودکی. ماشاءالله بچه‌های رودکی خیلی فعال شدگان، خیلی خوب نوشته ایستادند. همین خیلی نویسید بچه‌های رودکی تا اینکه تأثیر حتما میشود. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. خدا را شکر که حداقل شما و سامانه و شبکه یوتیوب شما هست که خلق تاجیک درد و داغ دل خود را با واسطه اصلاح بیان میکند. از مشکلات روزمره‌اش گپ میزند، اگرچه میگویند که گوش شنوا نیست، یعنی مسئولان و مقامات اهمیت نمیدهند، نادیده میانگارند، اما باور کنید که حتما میخوانند و در پی حل و رفع آن میشوند. من نوشته های اصلاح درباره رئیس ناحیه امان عبدالغفار حکمت الله زاده را میخوانم و نوشته آخرینتان را هم قرائت کردم. باید بگویم که مؤلف این نامه هم 100% درست نوشتند. حاضر عبدالغفار حکمت الله زاده در ناحیه رودکی پرزیدنت است، گویم هم خطا نمیکنیم، چون که واقعا هم کارهایی که در این ناحیه صورت میگیرد خیلی عجیب و جالبند. هر چیزی که میخواهد حکمت الله زاده همان میشود. گپ است که رحمانوف ماه اکتبر به ناحیه ما میآید. باور کنید که از این سفر رحمانوف یکی از آنها که خیلی پول کلان کار میکند همین حکمت الله زاده غارتگر است. خب عین زمان اهالی، مهاجران، سوداگران و تاجران و مغازه‌داران و گوشت فروشان دالیه بسته شدگی‌اند. اداره جماعت، خواجگی دیخانی، راننده ها، خلاصه همه باید برای این سفر رحمانوف پول بدهند. رحمانوف میآید و انشاءات های ساخته شده را به استفاده میدهد، اما از این سفر بیش از همه خلق عادی ضرر میبیند. فایده سفر را باشد همراه با رئیس ناحیه، رئیس جماعت، اوچاسکوی و منصبداران متصدی میبینند، چون که حتما از لب پول جمع آوری میشده میزنند. عین زمان با جماعت ها، با شعبه معارف و مسجدها، با اداره کشاورزی ناحیه دستور جمع آوری مبلغ صادر شده است. این پولها فقط برای ضیافت هیئت همراهی امام رحمانوف صرف می شود. این هیئت همراه فقط از آنها که در تیوی ها با اشکم های کلون میبینید عبارت نیست. پژار، نسکوری ها، وینی ها، میلیسا ها، امنیتی ها، خلاص تمام ساختارهای قدرتی که برای امنیت سفر رحمانوف جلب می شوند رحمانوف را همراهند. از حساب خلق میخورند. برای ناحیه رودکی خراجات سفرهای رحمانوف شاید آنقدر وزنی نافتد، ولی برای ناحیه های کوهستانی که یک روز دو روز می ایستد بسیار وزنی می افتد. یک نفر از کارمندان اداره میلیسای ناحیه که رفیق هم است گفت خراجات چنین سفرها در بیوجت پیش بینی نشده است. واقعا هم این مسئله و موضوع جالب است. اگر مصرفی سفر رحمانوف به نواحی پیش بینی در بیوجت نداشته باشد، پس این که این سفرها از حساب خود خلق است را خود رحمانوف هم میداند. ولی این رفیق هم گفت که با دیگر استاتیه ها چسبانده و برو دوست کرده رئیس ناحیه خرج این سفر را از بیوجت هم میگیرد. هدف همه سفرهای امام رحمانوف به ناحیه این است که نشان دهد که ببینید چگونه در زمان راهبری من کارگاه و مؤسسه و جایهای کاری نو به نو بناهای معماری و فرهنگی ساخته و استفاده داده شده است و این است نتیجه راهبری من که کشور رشد میکند. اما همگان میدانند که این انشاءات اکثریت با پول مردم مهاجر و صاحبکاران ساخته می شود و رحمانوف هیچ سهمی ندارد، ولی بیشتر آنها بعد رفتن رحمانوف از کار باز میمانند. با اشتراک رحمانوف با کاراندازی، برگزاری مراسم افتتاح، بردن لنت، برداشتن پرده رمزی و یک سبقت میان راهبران نواحی تبدیل شده است. در تیوی ها نشان دهند گویند که رئیس ناحیه چقدر کاردان و موفق است و در دایره برنامه آمادگی ها و جشن 35 سالگی چقدر آبادکاری ها کرد. اما صدها فکت و رقم آشکارا و رسانه‌ای شد که این همه مراسم های افتتاح و کاراندازی اکثریت دروغ، چشم بندی و خاکپوشی بیش نیست. باور کنید یک نفر گفت که برای آن که نشان دهد که چقدر علف و بده در فرمای
با شرکت رحمانوف با کار شروع کرده ذخیره شده است. 4 ماشین دولن را مانده و آن را با درازی علف و پرسی کاه پوشاندند تا اینکه ذخیره خاشاک زیاد نماید. رحمانوف رنگ لوکاشنکو وقتی میرای بگو کویا بار تاش ما ببینم یگان خیل کنی پرتو تا اینکه فریب دروغ رئیسات در پیشش آشکار کنی و بگویش که انا میکرد غلطه. نمیتونی رنگ لوکاشنکو اخلان کرده. ترامپ کلخوزی که رنگی اماخی یک بار نشان بتیخته. ما از مطبوعات بارها خواندیم که چگونه کارگاه‌های دوزندگی رحمانوف افتتاح نموده فردایش از کار افتادند. فردای رفتن رحمانوف خبرنگاران رفتند که آنجا کسی نیست و همه ماشین‌ها کنده بردگی. این حادثه چند سال پیش محض در همین ناحیه ما روی داده بود. این فریب و نیرنگ برای کی و برای چی؟ این فریب و نیرنگ هم نهادی نشده است و گویا یک کاری معمولی است. دیگر از خربوزه و پمیدار و باقلا و بانانا پیرامید میسازند مثلا در غرب، اما خربوزه از جیزخ و پمیدار از ریگر و زردالو از خوجند آورده شده است. این شرمندگی برای کی و برای چی آخر؟ برای همین است که فکر میکنم که سفرهای رحمانوف برای دامن زدن عمومی ملی کردن دروغ و نیرنگ نقشی اساسی دارد و اگر من از مشاوران امامای رحمانوف می بودم نصیحت می دادم که دیگر سفر به ناحیه ها را با کلی بس کند، چون که از سفرهای او هیچ سود و فایده نیست. خوب ولی رحمانوف کلادم یگان کس گوش نمیکنه، هر کاری خودش میخواه همون کارا میکنه. این لعنت کرده تماما عقل نداره. یک صلاح نوع دیگر از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال، امیدوارم که خوب و خوش باشید و این حرکت سیاسی جدید که با نام اصلاحات خواهان تشکیل نمودید خدا کند که موفق و پیروز شود. ولی من از شما گله دارم، میبینم که وقتهای آخر با نوشته های من انیقش به درستی نوشته های من شبهه دارید و چند چیزی فرستادم را چاپ نکردید. خوب دیگر اختیار از شماست، ولی من باز برایتان این نامه را فرستادم. برادر گرامی، بعضی از چیزهای خصوصی که می نویسید واقعا برای ما لازم نیستن. آنها اگر چیزهای خصوصی از اویله رحمانوف هر چی که خصوصی باشد ما آماده ایم، ولی بعضی چیزهای خصوصی که برای ما کاملا اهمیت ندارند ما دیگر از صرف نظر میکنیم از آنها. مثلا یک نفری که مهم نیست برای اصلاح، با همون خاطر کوشش کنید از اویله رحمانوف نویسید، از دزدی ها و غارت های این اویله نویسید، از مقامات ارشد و بلندپایه وظیفه‌دار نویسید، از یک نارکوتیک فروش که دیگر او یگان ارزش ندارد، اهمیت ندارد برای ما را نوشتن، میتونید تماما ننویسید. یعنی برای ما از افراد نویسید که در ساحه سیاست کشور یگان تاثیر داشته باشد. با همون خاطر بعضی از چیزهایی که صرف نظر میکنیم یعنی که همونها هستند، وگرنه دیگر هر چیزی که نوشته ما دیده باشیم که اون معنا داشته باشد حتما نشر میکنیم. رمضان رحیمزاده جکی چند وزیر کارهای داخلی وضع خوب ندارد، نه بوزماکوف پسندش میکند نه شاروخ سعید. خدا گفتهش است که باتنجی براوا ای وظیفش. رمضان رحیمزاده جکی چند وزیر کارهای داخلی وضع خوب ندارد. واقعا هم در حال حاضر در وکیده کارمندان با دو گروه جدا شدگیند، یک گروه طرف بوزماکوف علم شاهزاده، یک گروه یک طرف شاهروخ. در یگان دور و زمان در وزارت کارهای داخلی چنین پراکنده و پراکندگی نبود، حتی در دوره میتینگ های سالهای 90 و جنگ. جکی چند گفته است که حتی در وقت یعقوب سلیم که بعد جنگ بود وزارت کارهای یعنی داخله یا MVD این خیلی بردک نبود. گفته است هر روز از کادر و بوزماکوف گزارش ها اید ناعهده‌بارای سردار میلیسیا دوشنبه می آید. وزیر چند بار شاهروخ از زمینشانی کرد، شاهروخ باشد بر رستم بوزی کرد و رستم وزیر را گپ‌های سخت زد. جکی چند گفته است که ای خیلی وزیری ده گیرند ما خوب‌تره. شاهروخ عموما سواد و مهارت اپراتیوی ملکه فهمیش تحقیق و تفتیشات را ندارد. گفته است جکی چند. رمضان رحیمزاده گفته است که نمیروی در کدام کار کنی که از MVD آسان‌تر است. ای دسته شاگردان شاهروخ بعضی صاحبکارها با داد آمدگی‌اند. جکی چند گفته است که چندتاش برآمد گفتن وزیر پیشگیری کن او ای دستی ما چی میآید یا چی میگم در رنگ سگ قنچق دویده پیش صاحبش رستم میرود. تمام با ما گنده. گفته است جکی چند. این زمان اویده شهر دوشنبه از تنکه با روبروی تکستیل کوچی درون بینای اویده نو با تمام تکنیکای نو تامین است. این همه نه از پول دولت و بیوجت، از خون و جانی صاحب کاران است. شاهروخ بر یک کارمند اویده امر داده است که کابینتاتون خودتون ریمونت کنین، کسی نمیکنه یا نمیتونه جا را خالی کنه. کارمندان اویده گفتند که خدا ما را بخشد ما این علاج چند نفر مجبوری خواهش و زورا کردیم که یاردم کنن. با چه خدریگه دزدی و غارت میکنن برای بانوی مردم، یعنی که تهمت میکنن از آنها پول میگیرن کابینت میسازن. خدا خانه تا بسوزه. شاهروخ با این کار کردگی تو خیر کابینت ترا باید مردم بسازن. الله لعنتت کنه کابینت کارمندای ترا. رستم ایچ خیلی رئیس اویده شهر مونده نمیدونم با خدا قسم. و باز درباره دوشنبه این چیز را هم بگویم که شب و روزها در تمام راه‌های شهر دوشنبه تعمیر رفته ایستاده است و حرکت در آنها بسیار وزنین. ساعت‌ها می‌ایستی تنبشبه خیلی زیاد است. بالای این باز امروز پیشوای عائله با همراه پسوای عائله رستم پره راه‌های باقی مانده را محکم کرده انشاءات شدند. عموما نه ایمان مانده است و نه انصاف. رحم با
ملت و مردم پوره از بین رفته است. همه مکتب ها و انشاءات را که کشاده اند از حساب نفران صاحبکارند، از حساب بیوجت نیست دیگر، همه شخصی. نرخ خانه در آسمان. یکی از مکتب‌های را که امروز کشادند و در آن رحمانوف هم همراه رستم اشتراک کرد، از آن عمر علیمتوف رئیس طربخانه و کارگاه تولید پیوای سیمسی میباشد که گذشته کیلر و از فرماندهان فرانتی خلقی بود. عمر علیمتوف با رستم سخت چسباندگی است. عمر علیمتوف برادر صادق علیمتوف است. صادق کی بود؟ همه میدانند. این عائله علیمتوف ها در نغره از پیش نام دارند. اینها از نرکبرانهای خیلی هم کهنکار می باشند. ای آقی پدرهای حکومتدارها، نادیده برای مردم عادی از حساب دولت سازید. فقط زور شما می رسد در این گونه مکتب‌های قیمت خواندن. ملت بی سواد مانده ایستاده است. با این وضع حال در آینده آچتان شو میتند. خب در کجایی که یک مکتب شده می شود نرخ سالانش از 4-5 هزار سومانی بالا است. این فقط نرخ سالانه است. حالا باز سنجام کنی های هر هفته و ماهانش برای خودش. برای صنف یکم آزمون در دوره شوروی کودک را برای یاد گرفتن به مکتب میدادند، نه اینکه یاد داده به مکتب میفرستادند. آخر این همه وضع حال چی میشده باشد؟ هیچی نمیشه. آخر این وضع حال همش وای و آه و داد است که واقعا این ملت به بدترین وضعیت آورده و رسانده. نامه دیگر هم از دوشنبه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال صددین. الله مهربان عمرت را دراز و مبارزت را موفق گرداند. اللهم آمین. از شهر دوشنبه هستم. من یک صاحبکار وطنی ام. میخواهم که به واسطه شبکه شما همین کسان را که در پایان اسم و نسبشان را میآورم با مردم معرفی کنم. بسیاری این بی‌فراست ها که در کرسی نشستند برای حفظ وظیفه جان فدایی میکنند و اما برای وطن نه. یکی از اژدهارهایش این بیگ صبر بود. الحمدلله که همه کس برهش کردیم. انا همین شخصان که من نام و نسبشان را پیشکش شما و مردم میکنم وظیفه و مسئولیت های دولتی دارند، اما چی کاری مشخص انجام میدهند کسی نمیداند. برای آنکه در 5 کانال تلویزیون اینها را یگان بار نمیبینی. اینها باید شب و روز در پای خدمت ملت باشد. وظیفه را میگیرند ولی پروای مردم و ملت ندارند. اینها عبارتند از قربان حکیم زاده، شاهیان ظریف خوجا فقیر، شاهدین و فضلالدین توکلویچ، عمر علی زاده مقصود علی عمر علی، نبی زاده مدینه رحمت، حکیم و کریمه مقیمونه، مومین و فیروزه اسرائیلونه، شکر زاده مراد جوره، جباری برهان الدین اسحاق، قانون زاده شادیگل خدابخش، دادی خدایف فروخ مبارک شایویچ، میرزا زاده موسی آدین محمد، رجب زاده حسنیه حکومت شاه، رستم امام علی، رحمان دلشاد سفربک، گل زاده محمد شاه قربان علی، امان زاده الهام تیمور، عادل بک و لاله قیابکونه، رحیمی فرهاد، خواجه زاده فرزانه همدم، جمعه زاده شریف جان، ولی زاده عبدالقادر یوسف، شیر علی کبیر، دولت علی سعید، محمد شاه گلزاده، شادی گل قانونزاد، رجب بای احمدزاده و چندین نفرهای لندک‌هوری دیگر. خوب دیگر اینا که معلوم است کماند رحمانوف تا وقت رحمانوف است اینا هستند دیگر. من میدانم که گوشهای اکثریت شما و مخصوصا جناب رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوختکی با کلیشکای قافلانبای مشهور تاجیکستان شده اید، شنواییشان خیلی وزنید. هنگامی از شهر دوشنبه به طرف سوخت حرکت کردنتان نرخ و نوای همان ترازوها را نمیبینید. در یک ماه 9 میلیون و در یک سال 108 میلیون به حساب میانه سوم مردم را کشیده میگیرد. در یگان برآمدتان در همین مسئله گپ زنید آخر و نرخ را پایان‌تر برید. آن را با پول همین ملت ساختند از بودجه دولت. آخر بودجه دولت از ثروت‌های طبیعی همین سرزمین گرفته شدگی است. ثروت‌های طبیعی موافق قانون‌های اساسی تاجیکستان کارکرد و برابر به مردم تقسیم کرده می شود. راه هم ثروت عمومی ملی است، اما چرا آن را یک نفر پولکی میکند و باقی خلق به آن نفر پول دادن میگذارد؟ برای چی به مردم جبر میکنید؟ وظیفه را برای به مردم خدمت کردن گرفته اید، برای به خودتان ساختن قصر و کوشک‌های با حشمت مثل اسمت دولی. ببینید که مال و ثروت مردم چی عاقبت دارد. اسمت دولی دیگر در آن قصرهای 60 میلیون نبود، در درون کامرای زندانی اصیل رژیم میشیند. مردمی عادی گوشت را در یک ماه 2 بار میخورند، همان هم گوشت مرغ است که از گوشت گاو دیده ارزانتر. تا امروز خودتان قطعی 7 پشتان خورد. ای همین روز خسته همه کسا بازارات تقسیم شده نرخ نوا را پایان فرارین. ای امام علی رحمان، تو را راننده ات میخرد، نرخ نوا را ندانی، برای همین گردنت رنگی بلون گازی است. معاش را 10% میبرداری، نرخ نوای بازار را 30% میبرداری. این چی بدادی؟ در حیات مثل این کسا نشوید. برادران گرامی، خوانید، سیاست را فهمید، به حیله و نیرنگ حکومت گرفتار نشوید.
یکم افضلشاه شادی افتادینه گریه کرده سمرقند و بخارا گفته خودش را هوچ کرده میشپید. امروز گویا هیچی نگذشته است. خبی مرحمت کو بخون باز اثر درباره سمرقند و بخارا نمیخونی، چون که در مابین خصومت شخصی بود میان تاجیکستان و ازبکستان حل خودش را یافت، چون که تو یک حافظه کوسایلسی خوب دیگر. دوم عبدالرحیم کلابی پاد بلوی گور شیطان ابلیس صفت شرم نمیکنی. روزای اخیری برآمده حدیث خوانده است که باید شاه را اطاعت کنیم گفته. او حدیث برای شاه عادل مثل حضرت عمر، نه اینکه شاه ظالم کثافت رحمان فی ظالم. یک کثافت دیگر بچت عنایت الله که امروز بگو محمد اقبال ای طرف ایران مبلغ گذاری میشود، زن تا زنی مردم نکنن هر چی میگوی بگو. چرا امروز نمیگوی؟ چون سیاست بود و عوض شد، ولی تو شدی کلکی مرده شو. سیوم دکتر گریانچک شرط نیست که تو ای کجات شیشته 10,000 کیلومتر محمد اقبال صدرالدین خواهیم بگوی به اساس و دلیل. اگر در خودمون آزادی سخن باشد مرحمت برو گپ زن که سهمیه خریدن مردم زیاده 5 میلیون بود، نمیدونم یعنی که چی قدر میلیون سومانی ده نه پدرامون نونی با سری خوردن و نه ما را با سری نون دادن که سهمیه خریم راغون ساز شوه سویت دایمی شوه. گفتم در خاطرت نقص هسته وجدان اگر داشته باشی مرحمت گوشت میکنیم، بیناموس باشی قرار باشی یگان جنازه شوه خبرت میکنیم، بیا خوب گریه میکنی میبریمت خطیمون. کنستیتوسیا میگه که حدود تاجیکستان جدا نشونده. دوره ما میخوندیم 143 کیلومتر کوادراتی بود اگر خطا نکنم. حاضر چی کجا شد باقی موندهش؟ کجا دادین؟ چی ده حسابات نمیتین؟ او خم فرات با مردم خدمت کنی مرحمت یک کمره بگی بیا قربالا سوماچ خیل میگیرن فلشرا مدسستراها یا کی ورچا گویا عموما اویلیک نمیگیرن. یگان شهروند نمیخواد در مملکت ناآرامی باشه، همه صلح و آرامی میخوان. برادر ماهدین کبیری گپ راسر که نتونستی معرفت گپزنی داری مسئله حجت گذاری سازای نیکی خلق در گرد جمع کردن نتونستی. اینا باید اعتراف کنی. یک حزب کلانه که در تاجیکستان بود زلا پر میشدن آستاستا همه را تورمور کردی، جان تا گرفتی اروپا. او جدام خیلی آدم بود او هم تورمور کردی. دست در بالای دل و وجدانت منو خلاصه برار. میگن کج بشین سخن راست بگو. تو ای دستت هیچ نیامد، جای شما دیگر کسانی بود یگان پیشروی میکرد. در برآمد اخیرتون گفتین که ما زیرکی امید رحمان نفهمیدم، برای همین با همین حال آمدیم. وقتی آدم با میدان که آمد خوب نمیروه که همراهش بزنه هشار میشوه. پیشنهاد من همین که هر چه زودتر روین جوانو را راه دین، شما را هم خیلی شید در قدرتین. کل به حال کور باید نخنده. خوب دیگر این نامه هایی که از دوشنبه هم رسید واقعا هر چیزی که میرسد این از نامه هایی که از مردم هستند و به اصلاح میرسند. خب وقتی که حکومت را میگویند گاه مخالفان را هم میگویند باید یعنی قبول کرد همه آنچه که میگذرد. بله بیننده گرامی با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.